سلام رمضان پسرم. گرچند که تو سلام نگویی هم فرزند برای ما عزیز من سلام میگویم و به تو همچون پدروار مراجعت کردنیم. لکن نمیدونم سخن را از کجا شروع کنم. کاری که تو نواری که ثبت کردی وقتی یک جای مادرت تماشا کردیم خوش از سر ما پرید. من مادرت دوله نیست دیگه خور رفته. خدا گو سلامتی از دستت یاد. این کاری که تو کردی این ننگ و ناموس نسبتی پدر مادر ملت و دولت نسبتی رهبرای دولت کاری که تو کردی این خیانت به همش. من از تو هم تو فکر کن من 2 بار رسیه و ترمه شدی حزب ها عقبی تو بود 2 بار سوزاندی با این چی کاری کردید که با این شکل کردی یا پدر مادر آرزو امیدهای نیتهای نکتی کلانی کارگیش به تو زنده بگور کردنیمی بچه هم اینشل نکن. اینه با عقل خودت کردی با عقل دیگرها کردی. تو از این راحت اگر من همچون پدر دانی قدر کنی برگرد این راحت من موروخ بین از پامر از گلاب از بدخشان همه قرغان تیپه گجاها آمده حمایه کردن. بیا مرد باشی یا نه نخواه ایستیم یک جای محافظت کنیم. بیا دولت به تو اظهار پشیمانی کن. من باوریم هست دولت میبخشد حالا که جنایت صادر نکرده. تو حرکت کن که بچم یک عمر تاریخ تاجیک به نام تو خیانتکار باقی نماند. من همچون پدرت این مادرت گری از راحت میگردی نگردی حوالی تو به خدا کردم.